و میریم ویدیو را من گفتم درباره شونمسی شهبوز خر عیسی گر بردنش مکه گر بیاید هنوز خر باشد میگه گفت همون خر رفت مکه و مدینه اومد همون خر ایستاد. دیگر شونمسی که حج رفته و حج یعنی قبول نیست. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. خوب شما صحبت شنیدید. این خالی رمضان انا همین شخصیتی که شما در روی اکران میبینینش. وقتی کدامی که همین را میشناسه همین نوار رویش کنه ببینه خودشا رمضان خوب سخنات میشنویم. وقتی همین شهباز یعنی شونمسی به حج سفر کرد تو همه بسیاری باید چسبیدی همیسی ردنوی بسیاری باید چسبیدی. بعدا کارهایی که کرده بود اینا مثال گفته است که کنکورس های تو و سودا اینا فراموش نکن که یک شخصیت مثالی گپ اگر 20 سال 30 سال مشرک باشه وقتی رو به سوی الله کنه ایمان بیاره تو حق نداری که گذشتهش براش بکشی. بچه بس میکنی یا نه؟ خطا ملا میگیری. ملا او شخصی نیست که مقصد گذشته مردم خطی کار بگیره. ملا طالب علم انسانی که با فهمه با علمه عقیده و توحید خوب ایخد کردگیه او شخصیت نصیحتش میکنه میگه برادر بهترین کار کردی خوش به حالت خداوند هشتا قبول کنه و گذشته و تا طریق رحمت. لیکن میبینم فقط اتویت چپا کردستی. میبینم فقط نسبت همون شهباز یعنی شونمسی ویدیو کردستی. بچه بس کن ای برای تو نمیزیبه. ها مردم به سواد فکر میکنن که ای ها خیلی گپی خوشرو گفتستی. نه که تو دیگه حق نداری که شهباز شونمسی در وقت چیکار کرده بود بگوی، کنکورسی که کرده بود بگوی. اگه هر چیزی که کرد اگر الله تعالی میفرماید که انما الاعمال بالنیات هر یک عمل شما هر یک کار شما با نیت تونه. اگر رفتن به حج اگر خودنمایی باشه الله تعالی از این کارش با خبره. اگر خودنمایی باشه ما و تو نیتی او را نمیدونیم، ما و تو مقصد او را نمیدونیم. الله تعالی نزدیکتر از جان ما هست. رگی جان است الله تعالی نزدیک به او هست. میخیزی ویدیو میکنی فلان و بیمدان ای بیا بس که برادر بیا بس که برای پای همون کار پیشنهاد نصیحت که هو من نمیگم که تو نصیحت نکن. نصیحت کنه که خیلی گذشته مردم کفتن نگی. ای ایروی مردکی و ایروی مسلمانی نیست. پناه به خدا کارش.